در مورد پیشگیری از بیماران سالمندی که دچار زخم قرار بشن باید چیکار کنیم؟ اصلا سالمندان چرا زخم میشن؟ خب اسم این بیماران روشون هست، سالمندن، توانایی ندارن. اون ناتوانایی که سمتشون اومده، عدم تحرکی که براشون پیش اومده، حالا مشکلات اجابت مزاجی که ممکنه داشته باشن و حتی بیماری‌های زمینه‌ای که در سالمندی برای ما اتفاق میفته، از فشار خون، بیماری‌های عروقی، بیماری‌های دیابت، حتی بیماری‌های گوارشی، اینها میتونه زخم‌های حتی در دهان، روی زخم‌های در بستر ایجاد بکنه. حتی زخم‌های بس کنترل عفونت در بیمارانی که پوشک میشن میتونه تو ناحیه‌های تناسلی برای این بیماران ایجاد بکنه. چیکار کنیم که براشون اتفاق نیفته؟ قطعاً کمک کردن به این بیماران در تحرک و جابجایی، یعنی بحث برگردوندن بازتوانیشون میتونه مؤثر واقع بشه. سعی کنید برای اینکه این موضوع اتفاق نیفته چند تا روش رو من بهتون پیشنهاد میدم. سعی کنید حتما چنج پوزیشن داشته باشن، یعنی تغییر پوزیشن و جابجایی رو این بیماران داشته باشن، به یک صورت یک جا دائم نخوابن. در مورد مرحله بعدش اینه که میتونم بحث رژیم غذایی رو بگم. حتما کنترل کنین که بحث دیفیکیشن، یعنی اجابت مزاجشون حداقل 2 بار در طول روز باشه. در خصوص رطوبت پوستشون کلاژن سازی به علت اینکه دیگه اتفاق نمیفته و رطوبت کافی نداره پوست این افراد، سعی کنید حتما چرب نگه دارید، نذارید خوش بشه. بابت مسائل پزشکی و درمانی هم زیر نظر پزشکان متخصص با توجه به بیماری زمینه‌ای که دارن بهتره ارزیابی بشن و بهترین داروها رو بگیرن تا پیشگیری کنیم از زخم این نوع بیماران. ممنون که زخم رو دنبال میکنید.